سلام دوستان، وقتتون بخیر. محمد شکاری هستم. میخوام که یکی از پروژه‌هایی که حالا با فست ای پی آی و بیوتیفای پیاده سازی کردم بهتون نشون بدم. یه تو اپ خیلی ساده است. حالا یه سری قابلیت‌های بیوتیفای بهش اضافه کردم. خب این پروژه فقط روی فست ای پی آی اجرا شده و حالا ایندکسش با تمپلیت ریسپانس جینجا 2 به اصطلاح فست ای پی آی ران شده و حالا بیوتیفایش هم به صورت CDN و فایل‌های استاتیک بهش اضافه شدن. خب بیام سراغ پروژه. اول که یه قسمت تم داریم که دارک و لایت داریم و یه لیستی از تودوها داریم که قابلیت فیلتر کردن و سرچ کردن هم وجود داره. همچنین قسمت اد. خب ما میتونیم یه تودو به طور مثال share it on the LinkedIn پرسنش هم میتونیم بذاریم به طور مثال لینکدین. یه دیسکریپشنی به طور مثال میذاریم، مهم نیست. و سطح اهمیت که حالا کریتیکال، نورمال و لاو میتونیم به طور مثال این تاریخ رو بزنیم و سابمیت کنیم. خب یه اسنک باری نشون داده میشه و میبینیم که اینجا اضافه میشه. خب یه سری قابلیت های عملیات جمعی هم داریم مثل کامپلیت که میبینید اینجا کامپلیت میشن یا حالا برگشت بزنیم آن کامپلیت به اصطلاح. همچنین تکیه این قابلیت وجود داره، میتونیم اینفورمیشن ها رو ببینیم که چه دسکریپشنی وارد کردیم. همچنین قابلیت دیلیت چند تایی. امیدوارم که لذت برده باشید. این پروژه روی گیت هاب هم به صورت اوپن سورس موجود هستش و میتونید استفاده کنید. موفق باشید. لایک و کامنت فراموش نشه.